آنتوان لوران لاوازه، کیمیادان فرانسوی و یکی از بنیادگذاران کیمیایی معاصر. او نه تنها با تجربه های عمیق علمی بلکه با وارد کردن ترتیب و دقیقی به ساحه کیمیا شناخته شده است. لاوازه سال 1743 در پاریس در خانواده ثروتمند تولد شد. او در کالج مازرین تحصیل کرده در برابر حقوق به علمهای طبیعی بخصوص فیزیکا و شیمیا شوق و هوس داشت. تحت تاثیر آموزگاران و محیط دانشگاهی آنتوان تدریجاً کیمیا را راه اساسی زندگی خود قرار داد. فعالیت علمی و کشفیات‌های او: یکم، رد کردن نظریه فلوگیستون. در آن زمان اکثر عالمان باور داشتند که سوختن نتیجه خارج‌شوی ماده تخیلی با نام فلوگیستون است. لاوازه با تجربه‌های دقیق اثبات کرد که سوختن نتیجه پیوست‌شوی ماده با اکسیژن است. دوم، کشف نقش اکسیژن در نفس‌کشی و سوختن. وی نشان داد که اکسید شوی و نفس‌کشی حیوانات روندهای یخ‌خیله با سوختن می باشند، اما با اشتراک اکسیژن می گذرند. سوم، معین کردن قانون بقای ماسه. وی ثابت کرد که ماسه در جریان ریاکسیه های شیمیایی تلف نمی یابد بلکه نگاه داشته می شود. این قانون اساسی کیمیا گردید. چهارم، مفهوم های نو و سیستم نامگذاری شیمیایی. لاوازه با همکاران نامگذاری نو و علمی ماده ها را تهیه کرد که اساس نام معاصر عنصرها و پیوستگی ها گردید. لاوازه نه تنها عالم بلکه یک افسر دولتی و مالیاتچی نیز بود. او با جمع‌آوری انداز سر و کار داشت و با حکومت همکاری میکرد. سال 1794 در دوره انقلاب فرانسه او به اتهام همکاری با ساخت پادشاهی بدون اساس محکوم و به قتل رسانیده شد. 8 می سال 1794 در سن 50 سالگی با گیلوتین تیر برنده سر زده شد. یکی از همزمانانش گفت برای بریدن سر او یک لحظه لازم شد ولی 100 سالها لازمند تا همتایش پیدا شود. میراث علمی او پایه‌گذار کیمیای معاصر، پیشگویی کننده نقش گازها و قانون ماسه، اصلاح کننده نامگذاری شیمیایی، وارد کننده اصول دقیق حسابی و تجربوی به علم. پس از آنکه لاوازه با کشفیات خود اثبات کرد سوختن، نفس‌کشی و روندی با اشتراکی اکسیژن صورت گیرنده، او دیگر نه تنها در فرانسه بلکه در تمام اروپا همچون یک اصطلاحگر علم شناخته شد. او برای ترتیب دادن سیستم نوسازی شده نامگذاری شیمیایی با عالمان دیگر فرانسوی همکاری کرد. نامهای علمی معاصر ماده ها به مثل انگیدرید، کیسلاتا، اکسید و غیره از آن وقت به علم
وارد شدند. لاوازه فهماند که آب ماده ساده نیست، بلکه از گیدروژن یا هیدروژن و اکسیژن ترکیب یافته است. او اولین کسی بود که اصطلاح عنصر شیمیایی و ریاکس شیمیایی را به معنای معاصر استفاده کرد. با وجود سرگرم بودن به علم، لاوازه عضو شورای انداز بود. نهاد جمع‌آوری اندازها در زیر حکومت شاه. او اصلاحات پیشنهاد میکرد، حسابات مالیوی را شفاف کردن میخواست و قسمی درآمد را برای علم مصرف میکرد. اما این نقش رسمی او در حکومت پادشاهی سبب بدبختی او شد. سال 1793 وقت انقلاب فرانسه اوج گرفت و ترتیبات کهنه سرنگون میشد، شخصانی که با ساخت قدیم علاقمند بودند همچون دشمنان خلق حسابیده می شدند. لاوازه نیز با دشمن مردم متحد شد، با آنکه دهها عالم و دانشمند برای آزادی او تلاش کردند. سود انقلابی به گفتهشان اهمیت نداد و او را به قتل رسانیدند.